اولین تیمی بود که رفت جام جهانی به عنوان تیم اول. آقای حکیم کیه؟ آره مسئول وی آر. بله. من پرسیدم که وی آر یه بار تو تبریز قطع شده بود، گفت پیچش شل شده. خب پیچشو صفر کنن. میخواین من پیش گوشتی بیارم از مشهد ها؟ چرا این تیر دروازه نظر نازک‌تر نبود که نخوره بهشو بره تو گل تو؟ نازک‌تر بود میرفت بیرون تا خیابانی که. پس ضخیم‌تر بود خود بهش میرفت تو یه گل. ذره کج اگه بود بهتر. یه جوری میشد میرفت تو گل تو. سال 99 تموم شد، بهترین اتفاق شما فکر کنید یعنی بهترین اتفاق برای شما سال 99 گهترین سال تاریخ کبیسه و کسیبه بود. کثیف‌ترین سال بود، انترین سال بود. دو تا از بهترین دوستامون، یکی از عزیزترینشون مرداد مینوند ما دست دادیم. ریدم تو این سال. دو سیب یکم سنگینه به نظر. آدم سارچین یکم تنده. پرتقال خامه. چرا همه رو میشناسی؟ بلکه میکشم.